من میخوام که در همین محفل شما مفهوم استقلال به زبان ساده یاد گیرید. انا خیلی بگیم استقلال، ببینید استقلال چه میگم که اسمانی سیدود کسی به سوالی کی ها جواب میشن. انا خیلی بگیم استقلال حالت است که یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را مستقلانه معین و تطبیق میکنه. تمام. انا استقلال تعریفی سادهش. استقلال چی است؟ اگر شما را کنی بگو استقلال چیست؟ میگه که استقلال حالتی که یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را مستقلانه در دایره منفعت‌های خودش معین میکنه و اجرا میکنه. تمام. این از کلمه ایندیپندنت میآید و یاش در کار نیست. اونش برای درس. شما فقط همینقدر دانید که از کدام کلمه، از یونانی، از لاتینی نه. شما بگید که استقلال حالت است که یک دولت سیاست داخلی و خارجیش خودش معین میکنه و اجرا میکنه. انا کو برای که بگیم که همین تاجیکستان فرقش از دولت‌های دیگه چیست؟ همین از دولت‌های پیشینه ما در تاریخ. فرق اساسی جمهوری تاجیکستان از همه دولت‌های 1000 سال اخیر داشتیم بعد سامانیان در این است که ما دیگر مشاوری دربار غزنوی نیستیم. ما دیگر مشاوری دربار تیموری نیستیم. ما مشاوری دربار منگیتی نیستیم. ما اکنون صاحبی دولت. فهمیده؟ ما اکنون قرار سیاسی رو ما قبول میکنیم. سرنوشت دولت رو ما معین میکنیم. ما اکنون سیاست داخلی و خارجی من رو خودمون معین میکنیم. همین قضیه. برای که امیر دقیق در یادتون گیره 3 مثال میارم. 3 حجت تاریخی. یکم در این موزه ما هم از در موزه سنت پترزبورگ هم از شرطنامه امیر بخارا با حکومت پادشاهی روسیه سال 1868 وقتی که امیر مظفر شکست خورد سمرقند و نیمه بخارا و اینا دادن یک شرطنامه امضا کردن. شرطنامه تسلیم. در اونجا نوشته است که امارت بخارا سیاست خارجی خود را فقط با اجازت شاه روسیه میتونه معین کنه. ببینید نوشته است که سیاست خارجی تو از من میپرسی با بریتانیا با افغانستان با هند با چین اگر رابطه میکنی باید او تزار شاه روسیه پرسی. در شرطنامه وارد کرده است. دیدید این یعنی که استقلالش گرفته است. و این شرطنامه هست. دوم کانستیتوسیون SSR. این بعد همین مجلس در اینترنت بزنید کانستیتوسیون SSR هم سال 38 است هم سال 77 ماده 74 در کانستیتوسیون SSR ماده 74 هم یک گپ عجیب نیست. تقسیمات صلاحیت ها بین مرکز و جمهوری ها یعنی بین مسکو و جمهوری ها نیست است که سیاست خارجه کلمه سیاست خارجه امنیت مدافعه سودای بیرونی یعنی تجارت خارجی فقط در صلاحیت مسکو. جمهوری حق نداره سیاست خارجی که در کانستیتوسیون SSR ماده 33 ماده 74 یعنی جمهوری و مرحمت ساختمان پخته پیله آبیاری کنسر فرهنگ لیکن با سیاست دو خارجی با امنیت با رابطه‌های بیرونی نزدیک نمیشه. حتی در همین جمهوری تاجیکستان اجازتی درسی سیاست شناسی نبود. فاکولته سیاست شناسی فقط در دانشگاه دولتی مسکو، دانشگاه سنت پترزبورگ، دانشگاه کیف 3 جا داشته و پرتشکلای تشکیل برای کارمندای دولت. یعنی به مردم ما اجازتی آموختن فن سیاست شناسی نبود و ما همین اولین ویپوس اولین شاگردای سیاست شناسی ما همین 6 سال پیش دانشگاه ملی ما ختم کردیم. من درس میدادم استاد زاکیروف پروفسور زاکیروف میگفتن که اینا اولین شاگردانی اختصاصی سیاست شناسی در تاریخ ما. بعد او نظام الملک سیاست نامه
بنابراین در کنستیتوسیون SSR نوشته است که شما حقوق سیاست خارجی نداره، رابطه بیرونی نداره، حقوق سیاست امنیتی نداره. انا که بینید این دو حجت گفتم. حجت سوم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 69 هنگامی برشمردن صلاحیت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یکم چی نوشته است؟ سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی رو معین میکنه. یعنی صلاحیت رقم یک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین است که سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان رو معین میکند. یعنی از یگان جا نمیپرسد خودش، من اگر رنگ ما شاعر طبع میبود در جا می‌نویسه که خودش معین میکند، از جای نمیپرسد. لیکن حقوق شناسا بسیار دقیق میگن که خیلی سیاست داخلی خارجی رو معین میکند. پس فرقش چی است؟ یعنی تاجیکستان همین حقوق رو دارد که سیاست داخلی و خارجیش رو معین میکنه در دایره منافع و اجرا میکنه. نام همین استقلال. هماست